بیمارانی که سن سالشان به 50-55-60 رسیدند از هوای گرم خودداری نمایند، به یگون مشکلات نباشد به هوای گرم نبرویند و سری وقت داروهای خود را استعمال نمایند. کدام گروه ها بیشتر آسیب پذیر باقی میمانند؟ کودکان، کلانسالان و حامله‌داران نیز به گروه آسیب پذیر داخل میشوند. کودکان نیز میتوانند به اساس در هوای گرم نبرویند خوب میشود و استعمالی حتی تشنه هم نباشند، استعمالی مایع آب نوشیدن برای کودکان 1.5 لیتر آب نوشند، برای کلانسالان از 2.5-3 لیتر زیادتر آب نوشند. در همین هوا آیا آبازی کردن ممکن هست یا نه و همون درجه آب تا چند باشد؟ درجه یعنی سردی آب. مصلحت می‌دهیم که در آبانبارهای تازه در جایهای تعیین شده حرارت بدن خود را معتدل گردانند و احتیاطکار باشند.